گذشته ها تلفن های دزدیده اینجا خرید و فروش میشد در گذشته ها بله چرا میشده ماشاءالله خوبم تو مردانه وار خود جواب میدی چی کنید حال چطور همه الان برابری میشه این همه ویدیو نوار دیشب تماشا کردم باور کنید هم که خنده کردم که یک لحظت بردم که کیف کردم تشکر زیاد با شما با این سوال های جالبتون ببینید یک چی در خاطرم اومد یک چند قدر وقت پیش من همین با افغانستانی و شهروندانشون که یک هم صحبت میشدم و سوال میدادم مثلا چی گونه امروزه زندگی در افغانستان است امروزه و پیشینه حاکمان چی گونه خلاصه رفتار دارن چیز دارن بعد همین هستن نفرایی که میگفتن که طالبان اومدگیان میگویند تلفن دزدی نیست در افغانستان میگوید با نام خدا یک نفر نه چند نفر فقط همین اویدی تلفن دزدی موبایل دزدی نیست همش خلاصه خوب است امنیت هست همین گپا هم میگفتن در بریتانیا فهمیدید پناهجویان اینم خیلی حرفا هم میزدن و من حیران میموندم میگفتم چرا اینقدر اوید تلفن موبایل فون اینقدر حرف میزنن خب موبایل فون از دیگه چی نخواه اینقدر دزدی باشد و همین بسیاری باشن اوید همین تلفن دزدی موبایل دزدی بسیار حرف میزدن فهمیدید و دیشب باشد این همین ویدیو ها را تماشا کردم باور کنید همون سخنا همون صحبت ها با دیگر بچه های افغانستانی در یادم اومد گفتم که انا واقعیت همش حل شد همش نشانه شد که همون چه خیلی مردی بزرگا میگه که چی پیشینه چی حاضر همون حال است دیگه فهمیدید یگان چیز عوض نشده است خب معلوم میشود که خب تلفن دزدی بسیار بود از در همون منطقه ها فهمیدید انا خب به هر حال یک لحظت بردم خیلی جالب است چه خواهید میگویند که خواهی نخواهی یک روز پیدا میشود که همون دروغ با بالا میبرد فهمیدید خب روشن میشود یعنی خب زنده و سربلند باشید تا بازید تشکر زیاد به اون مردی که این گونه سوال میتیه